الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستانی نهایت گرامی، بینندگانی محترمی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان هستم در قسمت 99 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما و ادامه چند قسمتی گذشته در مورد احکام و آداب و مسائل نماز جنازه هست که در دو قسمتی گذشته در مورد تعریف جنازه و همچنین در مورد اینکه سنت و مستحب است که انسان مسلمان همیشه به یاد مرگ و موت بوده باشد و مکروه است که مرگ را یا موت را آرزو بکند، و همچنین در مورد احکام مستحضر کسی که در حالت مرض مرگ است که او احکام و آدابی دارد که جمله احکام و آداب از او این است که باید او تلقین شود، کلمه لا اله الا الله تلقین کرده شود و رویش به طرف قبله گردانده شود و احادیث و آیات رجا در نزدش خوانده شود تا که خوف و رجا در این وقت در دل از او جا بیابد، و همچنین وقتی که میمیرد باید چشمانش پوشانده شود و زناخش بسته شود. این احکام آداب را در دو قسمتی گذشته در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان کردم، و در این قسمت ادامه این مطلب را، احکام دیگر را در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما تقدیم خواهم کرد. و احکامی که در این قسمتی از برنامه خدمت شما تقدیم میکنم این است که از جمله سنت های جنازه یا مرده این است که وقتی که مرده میمیرد کسانی که میشنوند، کسانی که میبینند باید استرجاع کنند، باید انا لله و انا الیه راجعون را بخوانند. این سنت و مستحب است. و همچنین سنت و مستحب است که مرده سجی شود، یعنی پوشانده شود، باید مرده باز نماند، چادری بر بالای از او انداخته شود. و همچنین از جمله سنت هاش این است که مرده جواز دارد که تقبیل شود، یعنی روی از او را کسی از اقارب از او، نزدیک های از او میاد، روی از او را میبوسد، باز میکند، میبیند، اشکالی ندارد. و همچنین از جمله سنت های مرده این است که بعد از مردن باید اولین کاری که انجام مییابد این باشد که بازماندگی های از او، اقارب از او قرضی از او را از پول از او ادا کنند، و اولین کاری میکنند ببینند که از کی قرضدار است، از پولی که از او مانده باید قرضی از او را ادا کنند، و بعد از ادای قرض باید در تجهیزی از او مرده باید عجله کنند. و این مسائل را در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این قسمتی از برنامه خدمت شما بیان خواهم کرد. در مورد استرجاع یا انا لله و انا الیه راجعون احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. از جمله حدیث است که امام ابو داود رحمت الله علیه از ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا اصاب احدكم مصیبه فلیقل، وقتی که یکی از شما را مصیبتی میرسد که او مصیبت چه کوچک باشد چه بزرگ باشد، چه قضیه مرده باشد یا چه قضیه دیگری بوده باشد، مصیبت دیگری بوده باشد، باید بگوید انا لله و انا الیه راجعون. باید این را بخواند که ما فقط از الله هستیم و فقط به طرف از او رجوع کننده هستیم، و این جمله را باید بخواند انا لله و انا الیه راجعون. و بعد از او باید این دعا را بخواند که اللهم عندك احتسب مصیبتی، ای بار الها من مصیبت خود را اجر و ثوابش را از تو میخواهم، فاجرنی فیها، پس پاداش من را در این مصیبت بده، و ابدل لی خیرا منها، و عوض این مصیبت چیز دیگری برای من بهتر از این تبدیل بکن. و همچنین آیه قرآنی است که الذين اذا وصف الله متعال در وصف مؤمنین مسلمان ها میگه که الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مسلمان ها کسانی هستند که وقتی که مصیبتی بر آنها میرسد آنها میگویند که انا لله و انا الیه راجعون. و مرده بعد از اینکه قبض روح می شود میمیرد، سنت است که
او سجی شود. سجی گفته می شود چادری بر بالای از او پهن کرده شود تا که جسمی از او پیش از اینکه غسل داده میشه جسمی از او باز نماند و این جمله اکرام میت است و این مطلب در حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. از جمله حدیث است که حدیث متفق علیه، حدیثی که امام بخاری و امام مسلم از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که ایشان فرمودند ان النبي صلی الله علیه و سلم حين توفی سجی ببرد حبارة، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که وفات کردند آنها پوشانده شدند با عبا و روپوشی که نشانه ها داشت، نشانه های رنگینی داشت، یعنی عبا و روپوشی که علائم داشت، نشانه ها داشت، رنگین بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه او را به تن میکردند. توسط از او رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد وفاتشان پوشانده شد. این عبا و این روپوش در بالای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انداخته شد و این عبا از جمله عبای یمنی بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زیاد خوش داشتند که این را بپوشند، لذا وقتی که وفات کرد این عبا بر بالایشان انداخته شد و توسط این عبا پوشانده شدند. و این دلالت میکند به اینکه میت وقتی که میمیرد پیش از اینکه غسل داده میشود تجهیز تکفین میشود باید باز مانده نشود، بلکه توسط عبا و روپوش و یا چادری که مربوط خودش است یا خودش نیست او پوشانده شود، بر بالای از او انداخته شود و این به اجماع علما است، همچنانی که امام نووی اجماع علما را به این قول نقل کرده است. و حکمتش هم این است که تا که مرده جایش باز نشود و تا که یعنی سببش این است که کرامت مرده است، کرامت انسانی مسلمان، برای کرامت انسانی مسلمان است. و اگر شخصی از اقاربی از او نزدیک از او میآید روی از او را باز میکند و میبیند یا او را تقبیل و بوسه میکند اشکالی ندارد. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که ان ابا بکر رضی الله عنها قبل النبی صلی الله علیه و سلم بعد موته، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بعد وفاتشان بوسه کردند. و در روایت دیگری طولانی میگه که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وفات کردند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در سر زمین های خود در سنخ در عوالی مدینه اونجا تشریف داشتند. وقتی که برایشان خبر داده شد آمدن و دیدن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بالایشان همین برد یمانی انداخته شده، روی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را باز کردند و بوسیدن و گفتند که بی ابی انت و امی ما اطیبک حیا و میتا، پدر مادرم قربان تو که تو هم چقدر خوشبو هستی، چقدر خوشگوار هستی، هم در مردنت و هم در زنده بودنت، همچنانه که در زنده بودن تو ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر خوش بودی، چقدر خوشبوی بودی، در مرده بودن هم همین چنین هستی. و همچنین در روایت دیگری آمده که امام بخاری و امام مسلم و امام نسائی روایت میکند که ان ابابکر دخل فبصر برسول الله صلی الله علیه و سلم و هو مسجى ببرده، حضرت ابوبکر داخل اتاق حضرت عایشه، غرفه حضرت عایشه شدند و دیدن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توسط همین عبای خود پوشانده شدند. فکشف عن وجهه و اکب علیه فقبله، این عبا را از روی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دور کردند و خود را پایان کرده به پیشانی رسول اکرم صلی الله علیه و از روی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بوسیدند. و همچنین امام ترمذی و امام ابن ماجه و امام احمد روایت میکند از حضرت عایشه صدیقه که ایشان فرمودند قبل رسول الله صلی الله علیه و سلم عثمان بن مظعون و هو میت، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که عثمان بن مظعون یک صحابی جلیل قدر وفات کردند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از وفاتشان ایشان را بوسیدند حتی رأیت الدموع تسیل علی وجهه، تا اینکه من دیدم که آب چشم از روی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روان بود، آب چشمشان، یعنی در مرده صحابی جلیل قدر عثمان بن مظعون گریستند و گریان کردند و آب چشم ازشان روان شد و از روی این صحابی جلیل قدر بوسیدند. پس این فعل هم از فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است و هم از فعل صحابه که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هست ثابت است و از جمله سنت ها یا مستحبات است و اشکالی نداره که کسی بعد از مردن مرده را ببوسد و از روی از او را واز کند و به طرف از او نگاه کند. و از جمله سنت های مرده این است که اولین چیزی که بعد از مرده ورثه از او انجام میدهد
بازماندگانی از او انجام میدهد این است که باید دینی از او را، قرض از او را، از پیسه‌ای که مانده از او و میراثی که از او مانده باید قرض از او را ادا کند و اگر از او پیسه‌ای نبوده باشد بازماندگان از او، پسری از او یا هر کسی که است از پیسه خود باید قرض از او را بدهد و این مطلب در احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله ثابت شده است. از جمله حدیثی که امام احمد و امام ترمذی از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند نفس المؤمن معلقه بدینه حتی یقضى عنه، روح انسان مؤمن معلق به قرضی از اوست، معلق است داخل رحمت و داخل جنت الله متعال نمی شود حتی یقضى عنه، تا که این قرض از او ادا کرده شود. انسان مسلمان نفسش معلق میماند در آسمان و تا که قرض از او، انسان وقتی قرضدار است تا که از او قرض ادا شود و این دلالت میکند به اهمیت قرض که و قرض در یا حقوق دیگران در زندگی انسان چقدر اهمیت دارد و اینکه انسان مسلمان وقتی که میمرد روحش معلق میماند داخل جنت نمی شود تا که قرضی از او ادا کرده شود و این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را ترغیب به این میکند که باید اولین کاری که ما میکنیم باید قبل از مردن باید انسان همیشه در فکر قرض خود باشد، در فکر ادای قرض خود بوده باشد و اگر این شخص روی مشکلات عاجز ماند قرض را دادن نتوانست، بازماندگانی از او اولین چیزی که بر بالای از او واجب است میکنند این است که باید قرضی از او را از مالی که به میراث گذاشته از ادا کنند و اگر مالی نداشته باشد از مالی خودشان باید قرضی از را ادا کنند تا که روح این شخص مسلمان به اعلی العلیین رفته در اونجا از نعمتهای الله متعال برخوردار شود و این در مورد قرضی است که انسان به رضایت میگیرد. اما اگر شخصی که بدون رضایت از طریق غصب، از طریق نصب، از طریق دزدی و از طریق زور مال مردم را و از طریق رشوت مال مردم را میگیرد، پس الله متعال بر او رحم کند. یعنی عذابی از او چه رقم خواهد بود وقتی که انسان به رضای نفس خود قرض میگیرد، باز هم وقتی که میمرد روح از او معلق میماند. پس کسی که بدون رضای شخص مال شخصی را میگیرد، از طریق رشوت میگیرد، از طریق سود میگیرد، از طریق وزور میگیرد، از طریق غصب میگیرد، پس الله متعال رحم کند و این خیلی یک حقوق انسان که در گردن شخص دیگه است، خیلی یک موضوع مهم است. الله متعال ما و شما را حق کسی را در گردن ما نماند و هر یک ما را توفیق عنایت فرماید که حق کسی را نه در زندگی و نه در مردن بر گردن خود بگذاریم. و این حدیث دلالت میکند به اینکه انسان همیشه باید در دادن قرض کوشش کند و اگر همیشه انسان در فکر دادن قرض بوده باشد و اگر حق شخصی بر بالای شخصی هست باید همیشه در فکر دادنش بوده باشد و اگر دادن نتواند، احادیث دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است که اگر انسان قرض میگیرد و در فکر دادن از او هست و همیشه کوشش میکنه قرض را بدهد، لیکن روی مشکلی قرض را دادن نمیتواند تا که این شخص مرگ به سراغ از میآید و وفات میکند، الله متعال این شخص را میبخشد و قرضداری از او را راضی میکند و این حدیث را بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه خدمت شما بیان خواهم کرد. با ما باشید. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة، سار في درب النبي صحب وأشراف تقى، قوموا إلى درب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هنگامی که انسان از دنیا می رود عملش قطع می گردد مگر سه چیز: صدقه جاریه یا علمی که سود آن به مردم برسد و یا فرزند صالحی که دعاگوی وی باشد. الحبیب یقودنی و بنوره تصفو الحیاة، سار فی درب النبی صحب و اشراف تقى، قوموا
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان هستم. در قبل از میان برنامه خدمت شما تقدیم کردم که انسان مسلمان وقتی که میمیرد، بعد از مردن اولین کاری که بازماندگانی از او، ورثه از او باید انجام بدهد این است که باید قرضی از او را بدهند. اگر این شخص قرضدار بوده باشد، از مالی که از او میماند باید قرض از او را بدهند، یا از خودشان باید قرض از او را بدهند، چون احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که نفس انسان مسلمان، روح انسان مسلمان معلق است به قرض از او تا که قرض از او ادا کرده شود. و همچنین احادیث دیگری آمده که امام احمد و امام بیهقی و امام حاکم روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که جنازه حاضر میشد سوال میکردند که آیا این شخص قرضدار هست یا نیست. اگر قرضدار می بود بر بالای از او نماز نمیخواندند تا که ورثه از او یا یکی از صحابه قرض از او را متحمل میشد و بعد از او بر بالای از او نماز میخواندند. و همچنین امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند یغفر لشهید كل ذنبه عند اول قطره من دمه الا الدین، که وقتی که انسان مجاهد شهید می شود در راه الله متعال، اولین قطره خون از او که می رسد، با ریختن اولین قطره خون همه گناه های از او بخشیده می شود. الله متعال همه گناه های از او را می بخشد مگر قرض از او را الله متعال نمی بخشد. و گفتیم که این تشدید در مورد کسانی است که قرض میگیرند و با نیت ادای از او را ندارند، یا اینکه کسایی که قرض میگیرند و پول هم دارند لیکن در فکر دادن از او نمی باشند، مماطله میکنند تا که مرگ به سراغ از او میآید. اما شخصی که روی مجبوریت قرض میگیرد و در نیت دادن از او هم هست و دادن نمیتواند تا که مرگ به سراغ از او میرسد، در این صورت این شخص الله متعال قرض از او را متحمل می شود و قرضدار از او را الله متعال خود راضی می کند. و این در احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. از جمله حدیثی است که امام طبرانی او را از ابو امامه رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من دان بدین فی نفسه وفاؤه، شخصی که قرض میگیرد و در دلش نیت ادا کردن این قرض هست، به نیت ادا کردن قرض هست، قصد ادای قرض را دارد و مات تجاوز الله عنه، لیکن قبل از اینکه این قرض را بدهد قادر به دادن این قرض شود، مرگ به سراغ از می آید، این شخص میمیرد، تجاوز الله عنه و ارضا غریمه بما شاء، الله متعال از او در میگذرد و قرضدار از او را با آنچه که خواسته باشد او را راضی میکند. و همچنین امام ابن ماجه و امام حاکم و امام حاکم از ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله عنها روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ما من مسلم یدان دینا یعلم الله انه یرید اداؤه، هیچ مسلمانی نیست که قرض میگیرد و الله متعال میداند که این شخص قصد ادای این قرض را دارد، در ادا کردن این قرض هیچ کوتاهی نمی کند، نیت دارد که این قرض خود را ادا کند و لیکن قبل از اینکه قادر به ادا کردن این قرض شود، مرگ به سراغ از می آید، این شخص میمیرد. الا چه می شود؟ الا ادى الله عنه فی الدنیا والآخره، الله متعال این قرض از را در دنیا و آخرت ادا می کند و الله متعال از این کار از در میگذرد و قرضدار از او را به شکل از اشکال راضی می سازد. و بعد از دادن قرض یا حقوق شخص میت که از دگاه برگردن عزیز، بعد از این کار دومی که بر بالای ورثه از او، بازماندگان از اوست، این است که باید تجهیزی از او را، در تجهیزی از او، در تکفین از او عجله کنند. باید مرده در خانه نماند، بعد از اینکه میمیرد با عجالتا او را تجهیز و تکفین و تغسیل کنند و در جایگاه آخرش، در خانه آخرش قبر است، در اونجا بسپارند. در این مطلب در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. از جمله حدیثی که امام ابو داود از حسین بن وحوح روایت میکند، صحابی به نام حسین بن وحوح رضی الله عنه از او روایت میکند که فرمودند، این صحابی فرمود ان طلحه بن براء مرض، صحابی به نام طلحه بن براء بود، بیمار شد، مریض شد، فاتاه النبی صلی الله علیه و سلم یعوده، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به عیادت این صحابی آمدند. فقال إني لا أرى إلا طلحة إلا قد حدث فيه الموت،
وقتی که به طرف روی این صحابه دیدن گفتن که من جز مرگ را در روی طلحه چیزی دیگری نمیبینم، من آثار مرگ را در روی این طلحه، در روی این صحابی، در روی طلحه میبینم و آثار مرگ در این هویداست، این در این مرض خود خواهد مرد. فآذنونی به و عجلوا، وقتی که این قبض روح شد من را خبر بدهید و تجهیزی از این شخص عجله کنید، تأخیر نکنید، به عجله این را تجهیز نمایید. فإنه لا ينبغي لجیفة مسلم ان تحبس بین ظهری اهلی، مناسب نیست که جیفه مسلمان بعد از اینکه میمیرد، جسد از او در بین اهلش بماند، بعد از اینکه میمیرد باید در تجهیز از او عجله کرده شود و جیفهش در بین اهلش نماند. و همچنین امام ترمذی و امام احمد از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود: ثلاث یا علی لا یؤخر، یا علی سه چیز است که تأخیر کرده نمی شود. الصلاة اذا آنت، وقتی که وقت نماز فرا رسد باید تأخیر نشود، در وقتش خوانده شود. والجنازه اذا حضرت، و همچنین جنازه وقتی که حاضر شود باید دیگه تأخیر نشود، باید مباشرتا خوانده شود و اون مرده در قبر انداخته شود. والأیم اذا وجدت کفوا، و همچنین زنی بیوه وقتی که کفی وری خود مییابد دیگر باید صرف نظر نکند و ازدواج کند. و همچنین در حدیث متفق علیه که از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت شده آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اسرعوا بالجنازه، شما وقتی که جنازه را میبردارید زود آن را به طرف قبرستان ببرید. فإن تكن صالحة فخیر تقدمونه الیه، اگر این شخص نیک بوده باشد شما خیری را به او تقدیم میکنید که او را در قبر میگذارید و در نتیجه از نعیم قبر مستفید میشود و خیر را برای از او شما پیش میکنید. و این تکن سوا ذلك فشر تضعونه عن رقابکم، و این شخص اگر شخصی بدی بوده باشد پس شما یک جیفه و یک جسم بدی را از شانه های خود دور میکنید. و این حدیث هم دلالت به این میکند که بعد از مردن باید در تجهیز تکفین، در غسل و در خواندن جنازه و در گذاشتن از در قبر هیچ نوع تأخیر صورت نگیرد و با اسرع وقت ممکن جنازه شخص مرده یا مرده تجهیز و تکفین گردد و نماز بر بالای از او خوانده شود و به قبر گذاشته شود. و از جمله احکام مرده این است که نعی مرده یا خبر دادن اعلان جنازه به شکل نیاحت اعلان ناجایز است. اعلانی که به شکل مفاخره و به شکل نیاحت باشه از عمل جاهلیت است، درست نیست، مگر اینکه انسان اقارب خود را یا دوستهای خود را خبر کند اشکالی ندارد. لیکن اعلان جنازه و جنازه را به شکل نیاحت جاهلیت یا به شکل مفاخره اعلان کردن این عمل جاهلی است و از این در حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نهی شده. از جمله حدیثی که امام احمد و امام ترمذی او را از حضرت حذیفه بن یمان رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که النبی صلی الله علیه و سلم کان ینها عن النعی. حضرت حذیفه فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از نعی، از اعلان کردن مرده، از اعلان کردن جنازه نهی میکردن. نعی گفته میشه الاخبار بالموت و اشاعت ذکره، یعنی خبر دادن همه مردم به مرگ یک شخصی و ذکر از او، پهن کردن یادی از او که او را از او به طور مفاخره و به طور نیاحت، به شکل نیاحت از او یادآوری شود. از این چیز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نهی کردند. و در روایت دیگری هم آمده در امام ترمذی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ایاکم و النعی، شما خود را از نعی، از اعلان جنازه میت باز دارید. وقتی که مرده میمرد او را اعلان جنازه به شکل عام نکنید. فإن النعی من عمل الجاهلیه، نعی میت یا اعلان جنازه میت به شکل نیاحت و به شکل مفاخره از عمل جاهلیت است. و احادیث دیگری هم در این مورد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است و در اینجا عام آمده، لیکن علماء را بنا به احادیث دیگری مطلق کردن، مقید کردن، گفتن که مقید به این است که اعلان با نیاحت بوده باشد و اعلان به شکل مفاخره بوده باشد، همچنان که در جاهلیت رواج داشت که وقتی که یک شخصی از بزرگان قوم میمرد در بازارها و در دروازهای خانه ها اعلان میکردن که ان فلانا هلک و هلک بهلاکه العرب، که فلانی شخص
مرد و با مردن از او عرب از بین رفت یا قوم از بین رفت، به این شکل اعلان میکرد. این شکل اعلان ها، مراد از این حادث این شکل اعلان هاست که این شکل اعلان ها از عمل جاهلیت است و از او در این احادیث نهی آمده. و اما اینکه برای خبر کردن اقارب و دوستا باشد اشکالی ندارد، چون در حدیث آمده، حدیث متفق علیه است که ان نبی صلی الله علیه و آله نعا نجاشی بالمدینه، که وقتی که نجاشی در حبشه مرد، رسول اکرم صلی الله علیه و آله اعلان مرده از او را در مدینه کردند، چون نجاشی اقاربی در مدینه داشت که با حضرت جعفر بن ابی طالب از حبشه آمده بودند و در مدینه زندگی میکردند. به خاطر خبر دادن آنها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مرگ نجاشی اعلان کرد و خبر داد تا که آنها هم با خبر شوند و برای از او نماز غایبانه هم خواندند. و همچنین وقت امام بیهقی روایت میکند که وقتی که نافع بن خدیج مرده از او را برای حضرت ابن عمر و به دیگر صحابه خبر دادند تا که جنازه از او حاضر شوند. لذا علما از جمله ابن عربی رحمت الله علیه و علمای دیگر نعی جنازه را یا اعلان جنازه را به 3 قسم تقسیم کردند. گفتند که اول نعی یا اعلان برای اهل و اقارب میت است که این سنت است که باید اهل و اقارب میت خبر داده شوند تا که برای از او دعا کنند، تا که در جنازه از او و در عزای از او حاضر شوند. دوم گفتند که دعوت عام است که عام مردم اعلان شود، دعوت کرده شود و این به خاطر مفاخره بوده باشد. وقتی که به خاطر مفاخره و به خاطر نیاحت بوده باشد این مکروه و ناجایز است. و سوم اگر به شکل نیاحت بوده باشد این محرم است، یعنی اعلان اگر برای مفاخره باشد مکروه است و اعلان اگر به شکل نیاحت بوده باشد این محرم است. اما مجرد خبر کردن دوستها و اقارب اشکالی ندارد. در اینجا وقت برنامه ما به پایان میرسد. تا به دیدار آینده با شما خداحافظی میکنم و ادامه این مطالب را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در قسمت های آینده خدمت شما بیان خواهم کرد. تا با وقت الله حافظ و نگهبانتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.